سلام. امروز اومدم کار با دستگاه ویلز رو بهتون آموزش بدم. اینجا مخزن این دستگاهه و باید در داخل اون آب ریخته بشه. حتما از آب جوشیده شده استفاده کنید. اگر میخواید قهوه های بیشتر درست بکنید باید تا علامت مکسش آب ریخته بشه. ولی من امروز میخوام تک درست بکنم و همین مقدار آب کافیه. این وسیله هایی که دارید میبینید داخل همه اسپرسو سازها موجوده. یک مخزن تک داره و یک مخزن دوبل داره. اینها رو قرار میدیم داخل این دسته و قهوه‌مون رو آماده میکنیم، در جاش قرار میدیم. اینم برای یک قهوه تک هست. من امروز میخوام قهوه تک درست بکنم، پس از این مخزن باید استفاده بکنم. این علامت پلاستیکی که دارم نشون میدم رو میبینید برای اون لحظه ایه که قهوهتون تموم شد آماده کردید و داغ دستتون میسوزه. باید اونو اونجوری بذارید که نگهش دارید. خب دوستان، من اسپرسو ساز رو میزنم به برق و پاورش رو میزنم و روشنش میکنم. علامت چشمک زن داره صفحه نمایش اسپرسو ساز. باید بمونیم صبر کنیم تا این علامت ثابت بایسته. تا لحظه ای که ثابت بشه من قهوهم رو داخل مخزنم میریزم. بچه ها، این مراحل باید حتما درست انجام بشه. باید حتما این قهوه فیکس بشه و فشرده بشه و جایی برای اینطوری نفس کشیدن نداشته باشه. باید کامل فیکسش بکنیم و فشار بدیم. چند بار انجام بدین که مطمئن بشید و خیالتون راحت بشه. اگه کناراش مثل مال من قهوه ریخته شد حتما بتکونید و قهوه نمونه. طی چندین مراحل من انجام میدم و خیالم راحت بشه. قرار میدم داخل این قسمت همون جور که دارید میبینید به این حالت سفت میکنید دسته رو که مطمئن باشید. صفحه نمایشگر ما باید بایسته حتما. من شاتم رو قرار دادم. بیایید توضیح بدم براتون که اینا چی هن. بچه ها، یه دونه تک زده، یه دونه دوبل زده که اگه من تک بخوام اونو میزنم و دوبل بخوام پایینیشو میزنم. یه چرخ دنده داره، یه بخار داره. اونا رو بعدا براتون توضیح میدم. خب صفحه نمایشگر ما وایساد. حالا میام تک رو میزنم و قهوه ما آماده میشه. به این صورت که میبینید باید شاتتون زیر این حفره های این دسته قرار بگیره. مراقب باشید ریخته نشه زمین. قهوه‌تون که آماده بشه باید دستگاهتون رو تمیز بکنید. باید از یه استکان دیگه استفاده بکنید تا قهوه‌تون آماده شه. به یه استکان دیگه بیارید و قهوه‌تون رو که برداشتین اون استکان رو قرار بدید زیرش. به این صورت که میبینید یک بار با این دسته که هستش چرخ دنده رو میزنیم که آب بیاد و یکم بشوره این دستگاهتون رو. وقتی روشن کنید به این صورت باید آب بیاد و دستگاهتون یکم تمیز بشه. بعدش که این یکم پر شد استکانتون، این دسته رو باز میکنید و بدون دسته باید یک بار دیگه این چرخ دنده رو بزنید. الان میبینید دسته داغه. چطوری بشورم؟ اینو باز میکنم که دستم نسوزه، نگه میدارم و به راحتی میشورمش. بچه ها، من حالا اینو در آوردم، چرخ دنده رو میزنم و آب میاد، دستگاه تمیز میشه به این صورت که دارید میبینید. بعد از اینکه خاموش میکنیم با یه دستمال تمیزش میکنیم که کثیفی نمونه، دستگاهمون خراب نشه. طی چندین بار دستمال میکشم که اگه قهوه‌ای چیزی هست پاک بشه و تمیز بشه. قسمت بعدی، اگر میخواید فوم بگیره شیرتون و قهوه‌تون رو با شیر آماده کنید باید از این استفاده کنید. باید اینو بچرخونید سمت مثبت، فنجونتون رو زیر این قرار بدید و این علامت رو بزنید. الان با همدیگه انجام میدیم. دکمه بخار رو میزنیم، فنجون رو قرار میدیم و اینو میچرخونیم سمت مثبت. یک بخاری در میاد که این شیرتون داخل فنجون فوم میگیره و بعد خاموش میکنیم
و کارمون تموم شد. امیدوارم موثر باشه. دکمه پاور رو میزنیم و دستگاه خاموش میشه. موفق باشید.